سلام دوستان عزیز، من سعید هستم و اینجا چنل ناتو کوینه. دوستان عزیز، من داخل تاملیل زده بودم چگونه با اتوکلیک 2-3 برابر نات کوین ماین کنید. درسته؟ ولی خب موضوع ویدیو این نیست. میخوام یه چیز خیلی مهم بهتون بگم، خیلی تاثیر میذاره داخل ماین کردنتون و اینکه در آینده چه اتفاقی قراره برای نات کوین بیفته. توجه کنید، این اسکرینی که من گذاشتم برای والپیپر گوشیم نزدیک 8600 تا کوین منفی خورده. دلیلش چیه؟ تلگرام داخل کامیونیتیش یه دونه پست گذاشته که آقا نات کوین داخل صرافی‌ها قیمت براش بذاریم یا نه. این نات کوین ارزش اینو داره که یک نمونه پول بشه، یه نمونه ارز بشه، که در مورد این یه ویدیو کامل درست میکنم و بهتون توضیح میدم قراره چی بشه. اینو گذاشته و 62% از اونایی که داخل این نظرسنجی شرکت کردن زدن آره. و نات کوین داخل خیلی از صرافی‌های معتبر لیست شده، داخل چند تا از سایت ها لیست شده و خیلی جاها تاییدش کردن. یعنی چی؟ لیست شده ولی قیمت گذاری نشده براش. و تلگرام اومد این حرکت رو کرد که سرعت ماین کردن نات کوین کمتر شه، یعنی کمتر بقیه ماین کنن و بعضی از راهاشو، بعضی از باگاشو، بس که من خودم به شخصه میخواستم ویدیو درست کنم براش که خیلی بیشتر از اینا ماین کنید. اتو کلیکر موقعی که شما وصلش میکنید و میذارینش روی صفحه گوشیتون، یک نقطه رو کلیک میکنه. مثلا روی این جی میذارینش، فقط رو همین جی کلیک میکنه. و اینکه رباتای هوش مصنوعی تلگرام قوی شدن و این قضیه رو شناسایی میکنن و بن میکنن. این دوستمون الان بن شده و 8600 تا کوین منفی خورده. این کارو نکنید. من خودم به شخص اتوکلیکر رو حذف کردم و میدونم این نات کوین قراره توی ماه آینده به صرافیایی که لیست شده یه قیمت بده و به یه قیمت ارز من اینجوری وارد بازار شه و شما بتونید معاملش کنید. خب من وارد نات کوین، ربات نات کوین خودم میشم. دوستان عزیز، احتیاجی به اتوکلیکر نیست. شما 1 میلیون از کوینایی که به دست میاری نگاه اصلا نمیخواد یک روز وقتتون رو بذارین یا کل کوینتون رو بدید. کمتر از 1 میلیون خرج میکنید، مولتی تبتون رو لولش رو 9 میکنید، بیشتر هم نیازی نیست، لول رو 9 میکنید. بعد این قسمت اسمش چی بود؟ انرژی لیمیته. این انرژی لیمیت کلن فیلم مجموع 6500 تا میگیره. الان در حال حاضر برای من 6500 تا میگیره. تا بخواد پرشه ربع ساعت طول میکشه. حالا من اگه بخوام به صورت دستی کلیک کنم، نگاه کنید، داخل 5 ثانیه 5500 تاش رفت. یعنی حساب کنید شما اگه بخواید کل این کوین رو با دستتون با یه دونه انگوش، نگاه کنید من الان با 3 تا انگوش میزنم، سرعتش چقدر زیاد میشه. شما اگه بخواید با انگشتای خودتون کلیک کنید و نات کوین ماین کنید، سریع میشه. کافیه فقط مولتی تبتون رو لولش رو ببرید بالا. به اتو کلیکر نیاز نیست، بن میده. و اینکه 5 دقیقه وقتتون رو بذارید. اصلا ما میگیریم بیشتر، مثلا تایم زیادش دیگه 5 دقیقه وقتتون رو میذارید، ماین خودتون با دستاتون ماین میکنید، بن نمیشید. و اینکه در آینده هم نات کوین قراره داخل صرافی‌ها قیمت گذاری بشه، اد شده. یک ویدیو جداگونه در مورد این درست میکنم و بهتون میگم باید چه کار کنید تا قضیهش چیه. فعلا در حال حاضر بچسبید به این نات کوینه و استخراج کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.